برادرها قطعی اد رفیقم انا یک جو رفتیم کنتر ایتره اچکید میتا پیستالت میتا درونزون آدم میدونه کارچی میپرونید یک کاراش دوخه خنده را امبریاز استوریسا را تماشا کردم گیره وقتی ما در قشلاق گولک بودیم یکی یگان همسایه توی میکرد یا که نانخری میکرد میومد ما را سری بر وقت میخیزوندن میرفتیم تا نانخری بوچیدن در دست ما قربایی دستای مردم او میگرفتیم بعد نان بود میشید بعد میشنودن یا جدا شوربامون میدادن میخوردیم ای روز اینایی برآمده یگان گولک در معرکه را نمیتن ایچتریه ای اوینه ها دست میشوی پاک محکم میکنی با صابون داره سرچاق داره آب میریزه در نهی رحمتالله مطرح نشانه میتم نکی یا سوالت میتم همین سوالا مردک باری چیست نجواب دی ای گولکی تا همین دوره که بس کردی چند خوبچه کوبکه دزدیگی کوکه پخته حساب نداره 100 خوبچه دزدیگی یگان بار برگت قبدگی زدگی تای رویش که کوکت زداد خیلی سوال دیگه همین گوه پیچک فرق میکنه که اجریق یا علف هم برادر یا علف هم پیچک میگنه اجریق کمش فرق میکنه اجریق ها اجریق علف های پیچک هم علف های او یا نمود گپ های که چیخت جریق که میگن که او دیگه چیزه نچید اجریق ها اجریق گوه فرق میکنه این کامیرانگی مای میفهمم سلام علیکم خیلی سوال تون میتونم سوال هم میدونه این مردک بوری چکنکه کدگی چکنکه یگونه خیلی چوبک هم میدونم چکنکه را خیلی یگونه ما چکنکه کردیم یگونه کردیم چوبک کردیم انا سفولک شکن همه این همه پخته در داخل میشه تا چیندنشن اخیران باید پایچینی هایی خید کرده چکن کرده حاج برادرها اکای فاروق یک سوال دیگه میتونیم اکای فاروق جان سلام علیکم و علیکم برسلام 33 جمعی 33 چند میشوه رخش تاکسی میشوه گوشت بالگری پامیدور لولوی لیف دو پاچکا رودیلی گو زلین گشنی چوکرا پریپراوی شوربو بازاری امید 88 اکای فاروق سلام علیکم سلام علیکم یک سوال دیگه سوال در جواب 7 جمعی 7 72